ما در مقابل ادبمون خیلی بی‌ادب است، بی نهایت. اون موقعیتی که ما هر طرف متوجه هستیم که گناه از ما و معصیت و نافرمانی خدا صورت میگیره، هر طرف متوجه میشیم، یک متوجه الله نمیشیم. بی‌ادبی هست در مقابل پروردگار. خرد و بزرگ متوجه است، مرد و زن متوجه است. اونم انگشتانی که الله متعال با ما داده، با می گناه و معصیت میکنیم، با می معصیت می نویسیم، با می دهانی که خدا داده با می معصیت میگیم، نافرمانی میگیم. صبر اونم تو ذات جانان هست که توسل و می تو بردباری داره. پس اینمی تو ادب در مقابل اینمی تو ذات باید رعایت شود. ادب گفتار هست، ادب کردار هست، ادب عبادات هست، ادب معاملات هست، عمل بدنی انسان هست، ادب درونی انسان هست که در مقابل ربش باید چه قسم باشه. آل آداب را ذکر میکنیم. اولین ادب در مقابل الله که فقط و فقط الله را پرستش کنه، فقط و فقط. این بزرگترین ادب شما از خوشا به حالتون. حالا اگر ما در هندوستان می بودیم، اهل هنود می بودیم، هندو می بودیم، با گاو و با بت و با سنگ و با چوب سرخم میکردن، این درد کجا میرفت؟ هم دنیا خراب هم آخرت خراب. بزرگترین ادب یک انسان در مقابل ربش ای است که اینمی الله را پرستش میکنه. فقط در مقابل اینمی که الله پیشانیش خم شد، نه در مقابل هیچ ذات دیگه، هیچ بنده دیگه، هیچ انسان دیگه، هیچ مخلوق دیگه، فقط الله. اینی بزرگترین ادب یک انسان نشه که اینمی انسان از نمازش فاصله داشته باشه. خیلی بی ادبی بزرگ است. میگه خیلی خوب آدم است، خیلی صادق آدم است، یک نماز نمیخونه. دیگه نمیفهم که خوب آدم و آدم صادق دیگه تعریفش نزد ما چی است، من درست نمیفهم. خیلی خوب آدم است، یک صادق است، یک تعامل، یک معامله، یک نماز نمیخونه. این نمیخواد که خدای خود پرستش بکنه، الله خود پرستش بکنه، دوست نداره. و بزرگترین بی‌ادبی در مقابل پروردگار شریک مقرر کردن با پروردگار است. کسی دیگه ما را عزت خود داد، هرگز. کسی دیگه ما را ذلیل خود کرد، هرگز. کسی دیگه رزق ما را تأمین خود کرد، هرگز. کسی دیگه رزق و روزی ما را کم خود کرد، هرگز. کسی دیگه ما را برای آرامش خود رسوند، هرگز نمیتونه رسوند. اونمو الله است، دم هر چیز خود وحدانیت احد است. دم رحمانیت خودم احد است، دم رحیمیت خودم احد است، دم توانایی خودم احد است، دم قدرت خود احد است، دم عز بودن خود احد است، دم ذل بودن خود احد، یک و یک تا است، هیچ کسی با او شریک نیست.